السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان عزیز. دو مسئله گام بزنم خواهش میکنم. مسئله مرده ها، مسئله حج. التماس بعد خواهد گوش کنیم. مسئله مرده ها یکی میبینیم این رقم در بالا میبینی این حاجی قاسم یعنی که اینفورماسیون معلوماتی پرره از همین برادر یا که خدا نکنه یگون مرده که پیدا شید میتونیم برادر از زنگ بزنیم با دیلی پر روان کنی. مرده میگیم بسیار بلاگرها بدنام کرده گنده 500 300 200 خیلی نیست. ما که دیگه شهر رو در نظر ندارم فقط مسکو اوبلاست طول چند سال روی میکنیم. خیلی دیگه شهر رو گو روی کردگیم کم. یک مرده اگر که با واسطه سامولتی مقصد تاجیکی خدمت بسیار باشه گوهتش بی پلاس گوهت ایگش تو 30,000 است. 30,000 رسی. اگر که با فیرمای ارستوروی کنیم بعض محل 50,000. اگر بعضی محل مرده دارو نمیفهمن بالزم ده هم مرگ مقوم لقم میکنن تو 25 چند سومی اوبشی 60,000. اتک با ارسو 50,000 با تاجیکی خدمت قطعی روی کنی 30,000. خوب یک مرده که دای کفن و گروب همش میدروه در همین 30,000 مثال گپ ای دوشنبه میگیری مرده تا ای دوشنبه کلوب قرغان مثال میگیری. وقتی که مرده میمره خداوند صبر توتیه سراسیمه نشه پرس ای طرف او طرف بسیار قیمت نتی هر فیلمو 60,000 80,000 چند هزار میگن باورتون نکنی هستن برادر خود میسولیم نمره تکرار کردم حاجی قاسم هستن زنگ بزنی بیابه روی کنی. بعد یک چیز میگم که من خدا اکنه یک شناسی من که از دنیا بگذره وای برادر داره اکاو دادار یا رفیقاش جوروهاش در کجا هن رفیقا در کجا هم باید چون همون مرده را همون رفیقا جمع گیرن اینن 20 5 3 2,000 جمع کنن اینا 60,000 یا که اینا 30,000 از خودشه 40,000 جمع کنن رویش کنن. ما میفهم که آدم مرد با خشتوار داره فرزند داره از وای میمونه کم بغلن خواجگیشون وای باید یاردم کنیم. اما هر یک مرده که ما در روی اکران میمونیم مرده جمع می‌بینیم روی می‌بینیم در این حالت ملت خودمون پس میزنیم. یعنی ملت تاجیک من بسیار میکنم یعنی پیش میکردیم درسترش و خنا میفهمیم به خاطر که ما چیکار میکنیم نو ملت خودمون در این حالتی که سوم جمع کنیم البته مرده باید روی کنیم اما جمع التماس پس اکران سرجم شیم. این همین مرده غلطید اکریشا این مرده را ماشین زد اول شید سرجم کردیم اما زنگ میزنیم این سوسی خشت وارش مثال گفت پیلوس مینو 100,000 جمع میکنیم از همه اینا 60,000 50,000 30,000 جد مرده را از تنش بتی برای یک معرکه شو ببینن. التماس خواهش میکنم بعضی بلاگرای هستی برادرای هستی مسئله مرده جمع کنی 30 پیلوس اگر کی رویم 60,000 از خود میشه ده مرده مسکوسکی اوبلاست زیاد نمیشوه با هم خاطر مسئله مرده روی کنه او فرزندا میمونه اهل بیتش میمونه فقط خدمت که مرده گذرمدگی یا دوری ما ندرس فهمیم با شما را دخالت نداره برای که بسیار سوء استفاده از همین کارا میکنن با هم خاطر التماس این همه قدر سوم مقصد از خود میشه جمع گیر کنه ان شاء الله بگیره روی کنه مرده ها را. اما از حد بمونه پس اکران اکورا میگیم جمع گیر میکنیم نشید بعد خیلی ویدیو اکس یا افیرش میکنیم و جمع میکنیم. ما مقصد از این سخنو این نیست که ما دیگه یاردم نمیکنیم نه یاردم میکنیم اما همین چیز در روی اکران برو آوردن کم شود. التماس همچون یک مسلمان همچون یک شهروند تاجیکستان دو دست پیش بر خواهش میکنم همین کارا جدی ببینیم التماس لایک کامنت رو کنید که ویدیو پنج با دیگران اینفورماسیون نسبتی وابسته بر همین مرده بشه که این همین قدره پیلوس 60,000 زیاد نمیشه یا 50,000 اصلا با واسطه مرده برای روسکی مرده. اما الحمدلله مسلمان خود خصوصا اکه حاجی قاسم هست با گوگو اکه محمد هم روی میکنه همین قدری میکنن. خداوند صبر و بتیه به اهل بیت گذشتگان. خوب میگذاریم در مسئله حج عمره. روزی سهمی چسلا سهمی سپتامبر هر نفری که حج میره حج عمره کسی میخواد که چیکار کنه همراهی بابا جان 88 دوستان عزیز میتونه بدیل پر ان شاء الله بدیل پر ان شاء الله میتونه همراهی من رویم. حج عمره $1,200 $1,400 بخراک $1,200 بخراک گاز نیسون نزدیک راه بالات تاجیک خصوصا من خودم با میگیرم با پیش راه بالات میبرم تو من هم چی رکلاماچی که اینا جای ما خورد و خوراک ما شرایط ما گاز نیسون ما با هم خاطر خدا کنه که سرجم باشیم. التماس خدمت حج رفتنی قرض نکن نره زمین خانه و در تنه فروش نره شرایط داشته باشی از سومی چی همه زیادی باشه بعد ان شاء الله
هستن الحمدلله همراه مادرها را میبریم مردها را. شهروند تاجیکستانی شهروند روسیایی از مسکو فقط زگرانی مهم نیست شهروندی جایی زگران داشته باشه زگران هم شهروندی خطا با هم خاطر میبریم ای مسکو ای دامده تو جیده را یا که تو چی تا مدینه را میبریم میاریم 15 روزه در 15 روز گسنیسا و خورد و خوراک $1200 چی $1400 خورد و خوراک $1200 خورد و خوراک بیراه کرده میشه و میبریم به دل پر ان شاء الله میاریم تو ویدیو درست هاشی رحمت برای لایکاتون برای مهنتاتون برای همه خدماتتون به هم خاطر میگن که چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار به هم خاطر ما مسلمانیم تاجیکیم غم همه یک تاجیک غم همه ما غم همه ملت با غم یک خدمت باشه هم خاطر ادین زبسیق سه زاد نمو میگن حرکت کنی فکری پدر مادر وطنی عزیز فرزندکوی چی بگن خشباکتون کنی. السلام علیکم و رحمت الله. این رقم ای زمزم عمره بود او رقم گذشته که پیشکی ای اولی ویدیو ای حاجی قاسم مسئله مرده ایش مسئله حج عمره. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که نماز شام را در مسجد مدینه منوره خواندیم و امروز با همراهی راهبلدا جایی که مردم همین شرکت زمزم مرد و زنه یعنی که خواستن راهبلدا بردن تماشا کردن جای خرماها رفتیم. الحمدلله خرمای عجوه که بهترین خرما که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری ثابت است که هر کسی که هر روز 7 دانه ای از این خرما بخوره یعنی کسل های گوناگون از او دور می شود و سحر جادو در او داخل نمی شود و پس از آن بر ذهنش و بر تمام وجود انسان اثرات رحمت داره. بنابراین از اونجا خرما خوردیم خرما گرفتیم. الحمدلله که پگاه نصیب کنه ان شاء الله تعالی مسجد قبا با جای شهیدا بعد از آن پس از نماز عصر پگاه ان شاء الله تعالی به سوی مدینه سفر میکنیم. از مدینه که برآمدیم جای میقات میشه و احرام ان شاء الله تعالی پس از آن به مکه میریم. شرکت زمزم عمره در حقیقت هر سخنی که در داخل هست برای خدمت در حقیقت به جا میارند برادر اهل اسلام، زیرا که این شرکت ان شاء الله تعالی شما را در حال از هواپیما میگیره به جای موضع جای گشتگردی زیارتگاه ها میبرند و راه بلدی میکنند و گسنیسه ها بسیار هم قریب هستند. من چراغ زرد که میبینین گسنیسه همین گسنیسه ما است، یعنی که من را نزدیک بیارم ببینه که چند قدر نزدیکه داخل همو قطی داخل همو قطی میریم گسنیسه برادر اهل اسلام. دیده که چه خیلی گسنیسه ارزان است. بنابراین شرکت زمزم عمره باز هم ان شاء الله تعالی در سنه سیومی همین ماه باز هم مقصد که حاجی ها را میارن بسیار ارزان بوده است. اوقاتی که در این شرکت زمزم عمره میتین برادرای اهل اسلام شما همون در همین داخل نرختان یعنی دلار عادی بگیم دلار اوقات را نبتین که در اینجا اوقاتی که ایام میتین حساب کتاب بکنی $400 تو میرود. شما خودتو بیاین در اینجا 2 نفر نگرفتگیان امی 2 نفر خودشو اقرار کردگیان در حقیقت ما کاری ناتوری کردگیم. خب بنابراین این از این خوراکم برای یا فایده نمیمونه، برای که این خوراکم معلومه که با تأمینات خوب با شکم سیری با زیادی میمونه که برای همه حاجیای محترم میارن. خب بار دیگر با شرکت زمزم عمره کسانی که داخل میشوند نمرای تلفن البته در بالای اکران هستن، مراجعت بکنین. داملا بچه‌های خوب، انسان‌های با فهم
هر کجا که کدام موضوع چیزی هست با تاریخ بیان میکنن برای شما ان شاء الله تعالی میتونن. السلام علیکم و رحمت الله و